قول میدم این چیزی که بهت میگم هیچ جا نشید. این ویدیو آن همراه باش. جکسوان عزیز، تو این ویدیو اومدیم راجع به شمع‌ها و اینکه چه تایمی شمع‌ها رو عوض بکنیم یا اینکه چه شمعی رو بخریم یه ویدیو آموزشی ببینیم و با من همراه باشید. شمع‌های پلاتینیوم میخوام خدمتتون بگم. شمع‌های پلاتینیوم شمع‌هایی هستن که بین 20 تا 40,000 کیلومتر براتون توی دورهای بالا گاهن ممکنه که میسفایر بزنه یا همون احتراق ناقص و اینکه یه شمع معقول به صفحه و خوبی هست. در مقابل شمع‌های ایریدیوم شمع‌هایی هستن که بین 60 تا 120,000 کیلومتر براتون کارایی دارن و اینکه به خاطر جنس سریع الکترودش و عمر به شدت بالایی دارن باعث اون عمل میسفایر یا احتراق ناقص دیگه نمیشه و اینکه تو دور بالا به شدت احتراق دقیق و درست و باعث میشه که راندمان ماشین شما بهتر بشه. خب دوستان ببینید، اگه میخواید کل ماشینتون نیمسوز نشه یا نسوزه باید حواستون به شمع‌های ماشینتون باشه. اگه شمعاتون پلاتینیوم باشه بین 20 تا 40,000 کیلومتر بهترین تایم تعویضش هستش و اینکه به خاطر بنزین بی‌کیفیت که ما داخل بازار داریم ممکنه حتی زودتر از این تایم شمع ماشینتون تعویض نیاز پیدا کنه. و اگه شمع ایریدیوم دارید که بین 60 تا 120,000 کیلومتر بازم بسته به همون نوع بنزین و نوع رانندگی که شما دارید باید حواستون به شمع باشه و اونو تعویض کنید. در انتها اگه میخواید شمع اورجینال و با کیفیت تهیه بکنید میتونید برای انواع ماشیناتون این شمع رو سفارش بدید و ما در خدمتتون هستیم.